در ادامه عکس‌العمل‌ها درباره آغاز گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان، شورای عالی رای نجات افغانستان از این مذاکرات استقبال کرده میگوید این گفتگوها باید میان افغان‌ها صورت گیرد. ده‌ها تن از اعضای این شورا روز پنجشنبه در کابل تجمع کرده و بر نیاز صلح تاکید ورزیده و گفتند که دو طرف مذاکره کننده باید فرصت را از دست ندهند. سعید اکبر آقا رئیس شورای عالی رای نجات میگوید دور دوم مذاکرات صلح باید طوری باشد که زمینه آتش بس در افغانستان فراهم شود. د باندې یو څوک هغه یو طرف بل طرف ملامتیا نشي ویلی د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نشي راوستی افغانستان د باندې یو څوک تضمین نشي کولی. وی همچنان گفت آتش بس می تواند زمینه اعتماد را میان دو طرف فراهم نماید و این مسئله از خواسته های اساسی مردم افغانستان می باشد. رهبری شورای عالی صلح رای نجات افغانستان را برخی از اعضای سابق طالبان بر عهده دارد. این شورا در حال از آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت و طالبان استقبال می کند که حکومت افغانستان به خاطر برگزاری دور دوم مذاکرات آمادگی می گیرد. دور اول مذاکرات صلح در ماه مبارک رمضان آغاز شد و در آن طرفین فیصله کردند که در دور دوم مذاکرات لیست از پیشنهادات و خواسته هایشان را با یکدیگر تبادله می کنند. تا کنون محل و زمان برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان روشن نیست. برخی از قماندان‌های سابق جهادی میگویند باید حکومت افغانستان روی برخی شرایط و پیشنهادات طالبان موقف نرمتری اختیار کند. احمد شاه احمدزی قماندان پیشین و رهبر حزب اقتدار اسلامی افغانستان در این نشست گفت باید بعضی پیشنهادات معقول مخالفین از سوی حکومت پذیرفته شود. هر کس فریاد از صلح میزند. صلح را برای ما امریکایی، چینایی و غربی آورده نمیتواند. این کار افغان هاست. اول ما و شما باید میان خود تفاهم نماییم. مسئله افغانستان موضوع شخصی هیچ فردی نیست. اگر مطالبات شرعی باشد باید قبول شود و به شکل معقول به مردم افغانستان ارائه شود. این در حالی است که هیئت مذاکرات صلح و حکومت که با نمایندگان طالبان رو در رو گفتگو کرده گفته است به جز از فصل اول و دوم قانون اساسی روی تمام مسائل پیشنهادی طالبان آماده گفتگو و مذاکره هستند. از سوی هم برخی از علمای دین و کارشناسان میگویند که طرفین باید از فرصت مهیا شده استفاده مؤثر کنند و نگذارند که مخالفین صلح در افغانستان موفق به ناکامسازی روند مذاکرات شوند.